رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله. نام تو را شنیدم وصف تو را بدیدم در همه خلق جهان مثال تو ندیدم شاه رسولان تویی محبوب سبحان تویی خاتمی تو جبرائیل صاحب قرآن تویی یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله هستی ز نور خدا منبع جود و سخا رهنمای عیسی جان به طاعت کبریا ز شان والای تو ز حسن زیبای تو بت‌های کعبه مز باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی خانه را نور اگر بود ز رخساری تو بود ای چراغ دل من از چه تو خاموش شدی خانه را نور اگر بود ز رخساری تو بود ای چراغ دل من از چه تو خاموش شدی بهار آمد نیامد بوی مادر بهار آمد نیامد بوی مادر شدم پزمان چشم و روی مادر نمی ارزد هزاران نوده گل و یک تاری سفیدی موی مادر ای جوانی که قدر پدر و مادر نمیدانی پدر و مادر خیلی بزرگ هستند روزی که اجل در آید از پیش و پست روزی که اجل در آید از پیش و پست شک نیست که مهلت ندهد یک نفست بین روزی که اجل در آید از پیش و پست شک نیست که مهلت ندهد یک نفست یاری نرسد در آن دم از هیچ کست برباد شود جمله هوای و هوست در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید یاری نرسد در آن دم از هیچ کست هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه اگرچه تمام پروفسورهای دنیا اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند چوبینی یتیمی سرافکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش الا تا نگیرید که عرشی عظیم بلرزد همه چون بگیرید یتیم شاعر میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش یک شخصی را میبینی که بیچاره پدر میخواست مادر میخواست لیکن با قضای اللهی اون مادر و پدر خدا گرفت مده بوسه بر روی فرزند خویش بچه تا در پیش او نوازش نکن بچه تا در چهره و رخساره های او بوسه نده که دل او درمند میشود و هم یاد پدر و مادر میکند الا تا نگیرید که عرشی عظیم بلرزد همه چون بگیرید یتیم وقتی یتیم گریه میکند عرش پروردگار لرزش میکند عرش میجنبد خداوند ناراحت میشود حبیبش ناراحت میشود وقتی یتیم ما مورد عذاب مورد گویا مشقت قرار میدهیم